هرچند که معتقدم که وضع شرایط اقتصادی خیلی بیشتر از اون چیزی که بده، خیلی بیشتر بد نشان داده میشه. این یک قصاب من میگه واسه گوشت نه، واسه استخون، واسه آبگوشتی، واسه قلم. خانوم میاد به من پیشنهاد میده که قلم بده، من میخوام آبگوشت بار بذارم، مهمون دارم، آبدون جلوی مهمونا نره. شما چجوری میتونین بگین که این شاخص ها، یعنی اگر مسلمونین این به نظر من عیبه، دارین از ناحق دفاع میکنین. همینجوری پیش بره الان واسه 40% افزایش حقوق حاج آقا میگه من از حوزه علمیه حقوق نمیگیرم. پس واسه چی بودجه حوزه علمیه رو 2 برابر 2.5 برابر افزایش دادن؟ حقوق کارگر رو 40% میخوان افزایش بدن، اونم 40% با ضریب امسال که تا اردیبهشت ماه این 40%ش یعنی 10 میلیونش رو میکنن 14 میلیون، دوباره 40% تورم، دوباره 4 تومن ازش میگیرن، این جیب به اون جیب دست میکنن، از پشت تو جیبت برمیدارن، از این بعد 2 تومن میکنن تو جیبت. و با حقوق ماهانه مایی 9 تومن 9,700 به یک کارگر، شما اگه صبحانه نهار شامتو املت بخوری، هیچ کاری دیگه هم نکنی، هیچ هزینه دیگه هم نداشته باشی، 80 تومن 85 تومن صبح، 85 تومن ظهر، 85 تومن شب، میشه روزی 300 تومن، میشه ماهی 9 میلیون. بعد دیگه بقیه‌اشو می‌خوای چیکار کنی؟ چجوری می‌خوای زندگی کنی؟ من 9 میلیون رو میدم به این حاج آقا، به جای من بیاد زندگی کنه، یا به این آقا. الان مطمئنم اینا بعد من میگن که آره ما این 9 تومن 9,500 بیشتر نمیگیریم. شاید دریافتیشون همون باشه، ولی از جای دیگه خودشون بهتر از من میدونن. خب یه جامعه درست کردین که خودی و نخودی کردین، ما رو انداختین 40 میلیون کارگر داریم، ما رو گذاشتین گوشه رینگ، کلا 10 میلیون دارن لذت میبرن، اونم آقایونی که وصلن. وگرنه ما که نه چیزی میبینیم نه سر سفره‌ایم، حتی اون پسموندهای سفره هم نمیذارن ما بخوریم. بعد انتظار دارم ما امیدوارم باشیم. هرچند که معتقدم که وضع شرایط اقتصادی خیلی بیشتر از اون چیزی که بده، خیلی بیشتر بد نشان داده میشه. این یک قصاب من میگه واسه گوشت نه، واسه استخون، واسه آبگوشتی، واسه قلم. خانوم میاد به من پیشنهاد میده که قلم بده، من میخوام آبگوشت بار بذارم، مهمون دارم، آبدون جلوی مهمونا نره. شما چجوری میتونین بگین که این شاخص ها، یعنی اگر مسلمونین این به نظر من عیبه، دارین از ناحق دفاع میکنین. همینجوری پیش بره الان واسه 40% افزایش حقوق حاج آقا میگه من از حوزه علمیه حقوق نمیگیرم. پس واسه چی بودجه حوزه علمیه رو 2 برابر 2.5 برابر افزایش دادن؟ حقوق کارگر رو 40% میخوان افزایش بدن، اونم 40% با ضریب امسال که تا اردیبهشت ماه این 40%ش یعنی 10 میلیونش رو میکنن 14 میلیون، دوباره 40% تورم، دوباره 4 تومن ازش میگیرن، این جیب به اون جیب دست میکنن، از پشت تو جیبت برمیدارن، از این بعد 2 تومن میکنن تو جیبت. و با حقوق ماهانه مایی 9 تومن 9,700 به یک کارگر، شما اگه صبحانه نهار شامتو املت بخوری، هیچ کاری دیگه هم نکنی، هیچ هزینه دیگه هم نداشته باشی، 80 تومن 85 تومن صبح، 85 تومن ظهر، 85 تومن شب، میشه روزی 300 تومن، میشه ماهی 9 میلیون. بعد دیگه بقیه‌اشو می‌خوای چیکار کنی؟